روس سلاح‌های خفیفی خود به افغانستان آزمود و روس سلاح‌های بزرگ و کوچک خود به اوکراین استعمال کرد. نوبت امریکا او هم میخواه که سلاح‌های خور تانک و تیاره و هواپیما و سلاح‌های شیمیایی و اینا رو هم استعمال کنه. آیا اینها نتیجه میده یا نتیجه نمیده؟ اینا رو کجا استعمال کنه؟ مجبور آدم دوچرخه داشته باشه و سوار شه یک جای. استعمال اینا در آسیای میانه بر علیه دشمنان خود است. دشمنان امریکا و دشمنان روس همش به نام اسلام دشمن از اونها. سلاح‌های خود می آزماید، بخواین نخواین این سلاح خود می آزماید. نگرانم نباشین، خدا با ماست. هرچی باد آباد میشه دیگه. دنیا همین، آخر مرگ.